و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. روز بسیار پربرکتی برای همه ما هست. روز ولادت با سعادت دومین امام شیعیان و اولین فرزند مولای ما امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیهما. خب این منطقه آذربایجان غربی مثل سایر مناطق مرزی ما برای من یادآور روزهای ایثار و فداکاری و دفاع است. ما سفرهای فراوانی به پیرانشهر، سردشت، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشمی، در بسیاری از سفرها با هم آمدیم تو این منطقه. شاید اولین سفری که ما سال 60 اوایل سال 60 آمدیم، مجموعه کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی آمدیم به این منطقه سردشت که مرحوم شهید محلاتی هم تو اون سفر تو جمع ما بود و خداوند همه عزیزان. این همون وحدت و اتحاد ایرانیان عزیز در این سرزمین مقدسه که اقوام و قبایل و زبان و لهجه و گویش برای ما مطرح نیست. اونچه برای ما مهمه پیشرفت و توسعه سرزمین ما، ایران ما و استقلال و قدرت این سرزمینه. هر پروژه‌ای که افتتاح میشه و هر قدمی که ما برای توسعه کشور امروز و افتتاحهای بعدی ما در استانهای مختلف ایران، این پاسخ صریح و قاطع ما در برابر اونهایی هست که فکر میکنن میتونن ملت بزرگ ایران رو خم کنن در برابر فشارهای خودشون. این ملت همیشه ایستاده، همیشه سربلند بوده، همیشه پر افتخار بوده و امروز نیز این چنین خواهد بود. شما میبینید که یک لحظه‌ای که ما رو تهدید میکنند 2 ساعت بیشتر نمیگذره که پشیمان میشن. یعنی به محض اینکه ایران بزرگ رو تهدید میکنند، همه اونهایی که مسئولیت روی زمین بر دوش اونهاست به کاخ سفید میگن که این حرف بسیار خطرناکی بود که زدی. کاخ سفید اعلام میکنه که مردم ایران باید از حمله ما بترسن. 2 ساعت بعد فشار پنتاگون باعث میشه که رئیس جمهور آمریکا بیاد عذرخواهی بکنه و بگه ما اصلا قصد حمله نداریم، ما قصد جنگ نداریم، ما هیچ وقت تصمیم نداشتیم که با لطف منه، با عنایت منه. خب مردم ما در طول سال و در ماه مبارک رمضان اخلاصشون و ایمانشون به ویژه در شبهای قدر نشون دادند و نشون خواهند داد و این اون قدرت بزرگی است که ملت ما رو در برابر بزرگترین قدرت‌های جهان سرافراز کرده. البته توطئه دشمنان ما به مردم ما فشار میاره، در زندگی مردم ما فشار وارد کرده، اما این مردم رو نمیتونه بشکنه. ما افرادی رو داشتیم در دوران انقلاب وقتی به زندان میرفتن شلاق میخوردن، حرفای زشت میشنیدن و به اصطلاح اون وقت تو زندان میگفتن این نبریده نمیبره. حالا ممکنه یه فردی در فشار قرار بگیره، ملتی در فشار قرار بگیره، اما ملت ایران سر تعظیم و سر تسلیم